خیلی خوب شده گیوز. اگر ما تشخیصگاه ها رو گوییم البته امروز به نظر می رسد اگر شهر دوشنبه رو گیریم کمی از آن جهتی که نیازمندان به قول روسا پاتسینت ها زیاد هستند اما شماره کارمندان یا شماره انمان درمانگاه ها کم است. از همین جهت پشت در یک اتاقی تشخیصگاه بسیار نفران می ایستند. اونجا یک آدمی است که شاید معیوبی درجه 1 یا 2 باشد. آدمی است که اشتراکچی جنگ بزرگ وطنی البته به اینها هست به قول لیگود هست، یعنی که با آنها امکانات میتونن که تیزتر دارن. اما اون نفرایی که هستن که کودکدار هستن، نفرایی هستن که کارگر هستن، مثلا نمیتونن که 3 ساعت در یک جا نشینن برای یک گرفتن مثلا یک ورقه تشخیصگاه، یک ورقه طبی پیش یک درمانگاه بیستن. اگر ما بیمارخانه ها رو بگیریم، بیمارخانه هم عیناً همین خیلی است. ما بسیار مشاهده میکنیم و بسیار میشنویم و بسیار شاهدان میگردیم که بیماران زیاد هستند. کتی خوابی یا پلات ها به قول اتاقهای همون بستری، اتاقهایی که باید بیماران بستری شوند کم هستند. هم مسئله رشوه یا مسئله آنه که طبیبان برای این یا آن کارشان از همون پاتسینت ها، از همون نفرهایی که بیمار هستند چیز انتظار هستند. البته چیزی به قول امروز چیزی معمولی شده است. خیلی نسبت به سالهای پیشتر حاضر نستر خدمت رسانی نست مناسبتشون نست خیلی پرسش خیلی بیمار وابسته کسلی ما جایی که مراجعت میکنیم با ما مناسبتشون نست سوال چیم جواب میتیم خیلی چیزی که در کار باشد لازمون رو میپرسیم خیلی هیچی گفته نمیتونیم همش نست. ما خیلی مینداریم با میخوایم که با خوبتر شود با نقصتر شود آینده دیتر ما بیماری هایی که میره مراجعت میکنیم با مناسبتشون با بهتر و با خوبتر شود. از این حاضر دیده بیاد نقص بد نه برای که من 15 سال شید کسلم نمیفهمم کاردیوگرام هم میرم 10 بار میگیرم ایش میگه که نشید ایش میگه نشید. این بیمارخانه تعجیلی سکورش چی میشه؟ تعجیلی بگیرم. اگه مناسبت جوخی 50% سازه 50% نه. البته وقتی بیمارخانه میره قبول مناسبت سازه نه وقتی که همین مثال با بیمارخانه دا مراجعت میکنیم خدمت رسانیشون قدر در سطح بلند نیستن، در سطح پس قرار دارن. مثلا با بیماران رفتار خوب ندارن اصلا. چه خیلی فهمانه خدمت رسانی در سطح خیلی پس است. یگان حالت شدن با شما که بیمارخانه بله وقتی که من در این بیمارخانه عجابی است که باید اونجا رفته بودم اونجا در با من نوع احترامی دیده بودم از طرف این دکتر. اما حقوق پایمال کردم مثلا در نوبت میسی یک شناسش میداره یک رفیقش میداره از همون حساب حقوقای شهروندان پایمال میکنن. 100% مثلا چی کنن؟ نغزه همین وقتی بیمارخانه میره مناسبت بیماران قبول بسیار نغزه. من در قربالا خوب بودم بسیار نغز بود. در مدگرداکم خوب بودم بسیار نغزه. صفت خدمت رسانی نغزه. در بعضی بیمارخانه قناعت میکنه در بعضیش نه. مثلا چی؟ در بعضیش رفتار دکترها تماما با قسم خوردهشون تماما چی نداره نزدیکی. در بعضیشون رفتار و کردار دکترها با قسمشون نزدیکی داره. بیمارخانه کلاه در چند مرتبه رفتم شم داره من نکی شم ندارم نوشی گفت خودم مزار هم میخرم. البته ما در عصر 21 زندگانی میکنیم. باید البته این قناعت بخش نیست. البته من گویم اگر باید ما صفت بلند باشد. طبیبا باید صفت بلند همه طرف هم من
البته نسبت پیشینه خوبه خانه میکند لیکن نرخ نوای دارو بلند نرخ نوای دارو بلند برای که یک پنسیونر برود یک دارو 100 سوم 150 سوم تا 500 سوم 700 سوم ای پیشتر نزد مثال دارو پیش مثال 15 20 30 سوم بود اقلا باز یک دارو دمیر یک اقلا من همین داروی 3 ترمون همین 50 تا 40 تا یک سوم شدگی چیکار بکنی باید ما با شب روز در کار همین نوع مثال بگیریم همش نازده بسیار خوب است ما میریم قبول میکنن ساز تنجیزم البته خانه میکنه همه مسئله ده کدام وقتی که شکایت کردیم اجرا کردن مخصوص من بیمارخانه سکاره میگیم بعد چیزی مثال من چندین بیمارخانه رفتم شفا نیافتم از اونجا شفا یافتم سر درد من فهمیده همشه چی کردم من رضایم هزاران احسان و تعریف رحمت میگم میکنه سوزن میکنه خوبه ما رضاییم ما بیمارخانه رضاییم ای کارمندانی امی بیمارخانه همه انسان خوبن میره وقتا نه تا پیشوازت میگیرن گفتیم گپا با شغل گسیلت میکنن سوزن طرفش خوب